سلام. امروز میخوایم جور کردن از این جراب بر شما نشان بدیم. جراب سایز کلان است و شما میتونید از این بر کسایی که پایشان یکم کلان باشه اندازش یا زی ببافین. بسیار آسان است بافتن از این جراب. ما به خاطر بافتن از این جراب تقریبا 96 دانه دسیخم گرفتیم که دیسی و 100 دانه را میمانیم. یک طرف هم 47 دانه میگیریم، دیگه طرف هم 47 دانه میگیریم و در یک قسمت ما مکمل بافتیم. تقریبا من 9 جفت بافتیم کلشه راسته. این قسمت در وسط از دوستا که مده دانه دیسی وسط میمانم. اینمی دو تا را میمانم سعی کنیم کلشه راسته میبافیم. دو تا دیگه از این دو تا طرف یکی میکنم. همین دو تا را که یکی کردم رخ کار خود دور میتم. دانه اول میگیرم، باز دو دانه را میبافم راسته را راسته، چپه را چپه میبافیم. دو تا را که بافتم راسته، باز یک قسمت دو دانه دیگر را یکی میکنیم. باز از اینجا دور میتیم. اینمی را متوجه باشیم که از پیشتان غلطی نشه که بسیار مهم است. بافت دانه اول میگیریم، باز دانه را میبافیم. همیش راسته است، معلوم میشه که از کدام ما شروع کرده بودیم. یک قسمت فاصله دار است، از این میفهمیم که طرف باید دانه کم شود. دو تا را یکی میکنیم. باز روی ما را کار خود این طرف دور میتیم، از اینجا پیش نمیریم. باز دانه اول میگیریم، کلش راسته ببافیم، نظر دو طرف راسته ببافیم. دانه اول گرفتیم، دیگه باز میبافیم تا جایی که راسته است میبافیم. مثلا یال چپ است، این ما چپه میبافم. ایره تا جایی که چپ است میبینیم دانه که ما از اون طرف کم کرده بودیم. وقتی که دوی صبر هستیم کمک فاصله دار میباشه. این قسمت فاصله دار است، میفهمیم که در این قسمت دانه کم کردیم. این حال باز دانه را میگیریم، یکی میکنیم، باز دور میتیم میخوره به این طرف. دانه اول میگیریم، باز میبافیم کلش راسته. اگر اینجا متوجه باشین جراب تان صحیح میاد، در غیر از باز پیشتان غلطی میشه. این قسمت سعی کنین کمک فاصله داره. این حال دو دانه دیگر باز میگیریم، یکی میکنیم، باز دور میتیم میخوره راسته بافته بودیم. این دفعه چپه میبافیم. دانه اول میگیریم، باز چپه میبافیم. یک کمک که پیش ببرین باز از امی که کلش راسته است یا چپ است، باز از امو هم میفهمین شما که اینا در کجا دانه کور میکنین. به قسمت دو دانه را یکی میکنیم، باز دور میخوریم، از این طرف راسته میبافیم. دانه اول میگیریم بدون بافت، همین ماش دانه را که ما بافتیم پایین تقریبا 9 جفت است که اگر به حساب دانه یکی بید تقریبا 9 و 18 سیخ بافتیم در قسمت پایین. سعی کنین راسته میبافم. یک قسم فاصله دار است. این حال دو تا دیگر باز من از اون طرف دو تا را گرفته یکی میکنم. در بین یک دانه کم میشه. دانه را که یکی کردم از اینجا پس دور میخورم. من کوشش میکنم که شما را به طریق بسیار آسان یاد بدم دوستان. دانه اول گرفته بعد از اون چپه میبافیم تا آخره. در شروع دانه قید نمیشه. دانه اول میگیریم، در آخر از دو طرف حال میبافیم چپه. در آخر که رسیدیم دو دانه را یکی میکنیم، دور میخوریم، باز میبافیم، باز آخر که رسیدیم باز دو تا را یکی میکنیم. یک قسمت سعی کنیم این فاصله داره. این حال باز من دانه را یکی میکنم. این چپه بافته بودیم، این حال باز راست طرف رخش دور میتم. دانه اول میگیریم، دانه اول گرفتیم، در راسته هیچ دانه سعی کنیم در شروع دانه کم نمیشه. هیچ دانه را گرفتیم،
راسته می بافیم، از دو طرف سعی کنید راسته آمد. از چپه را چپه می بافیم، از طرف راسته را راسته می بافیم، یعنی مژدانه نمی بافیم. باز دوتا را یکی می کنیم داخل یک قسمت سعی کنیم دوتا را یکی کردیم. در اینجا رو خود دور میدیم دانه اول نمی بافیم. باز از اون باشه چپه می بافیم. شما یک دفعه امیر یاد بگیرین باز میشه اینمی قسمت که دانه از این طرف کم میکنیم باز راسته میبافیم باز دانه کم میکنیم اینمی رو میشه همراه یک تار دیگه ببافین. پیش یک قسم دو طرف در قسمت پایینش دیگه رقم یک قسمت باز دانه رو کم میکنیم. همین یه سیره که من براتون گفتم که ما 9 جفت بافتیم. امی در قسمت قف پایتان میایه اندازه قف پایتان گرفته باز به مون اندازه شما میتونین امی دانه را ببافین. یعنی سیخ چپ کل شکل راسته میبافیم اینمی ده به اندازه قف پایتان بگیرین بازی را ببافین. مثلا از بعضی هاست من 9 جفت بافتیم 10 جفت میشه بسش کنه یا 12 جفت هم میتونین ببافین یا بعضی وقتا آدم نازک میباشه 13 جفت میگیره به اندازه قفایتان باید باشه اون قسمت پایین. سعی کنیم قسمت کل شاسته سینال دو دانه را باز میگیریم یکی میکنیم باز دور میدیم رو خدا. وقتی که دور دادیم دانه اول نمی بافیم باز چپه می بافیم قسمت فاصله دار است اینا دو دانه را میگیریم. این را تا وقتی میبافیم دوستا خوب متوجه باشین که داخل سیخ ما دو تا او طرف وانه دو تا ای طرف وانه تا او وقت ما اینم به می شکل دانه کم کده میریم بافته میریم. دو دانه داخل او طرف میمونه دو تا ای طرف میمونه بعد از او دیگه کار خود پیش میبریم. قسمت باز ما دو دانه را دانه خلاص شده دو تا را یکی میکنیم به قسمت آخر دو دانه را یکی میکنیم. باز ما کلش مکمل از این طرف هم میگیریم از طرف هم خوب تا آخر بر شما میبافم. کوشش کنین این اینجا متوجه باشین که من بر شما چی میگم چه قسم میبافم باز بر شما جراب بافتن آسان میشه. سعی کنین این پیشوری بود است این قسمت دیگه این دو طرفی ماجدانه کسی در قفای میره. این پیشوریش هسته سعی کنین من مکمل خلاصش کردم دوستا. قسمت آخرم براتون گفته بودم که دو تا میمونه می طرف دو تا ای طرف بعد از اون میبافم دو چپه دراسته بافتیم. یک قسمت سعی کنیم دو چپه دراسته ما مکمل بافتیم و مربوط خودتان میشه که چقدر میبافید قسمت بالا را ای در بند پای میآید. اگر میخواین زیاد ببافین و قاطش کنین زیاد ببافین اگر میخواین که نه کم میبافین و همیش مربوط خودتان میشه اندازه بالاش.
یک سیخ ما به شما می بافم. دو چپه درسته. این قسمت است که در سی بند پای میه. اگر میخواین تا بالا یک کمک بالاتر باشه باز دانه یک چند سیخ زیادتر ببافین، باز قسمت بالاش خونه بالا میه. یا قاطش میکنین باز اون قسم هم میشه. یعنی همو تو میوانین همو تو بانین بپوشین. بعد از اینکه دانه را کم کردیم متوجه باشین دو دانه که در این طرف سیخ ما ماند، دو دانه اون طرف سیخ ما ماند. بعد از او دیگه دانه کم نمی کنیم، کلش مکمل می بافیم. دو چپه درسته. خدا کنه فهمانده تانسته باشم دوستان شما را. ما کوشش خدا کردیم که من بتانم شما را بفهمونم. اگر بازم نفهمین شما میتونین بر من کامنت کنین، من بر شما جواب میگم. جواب کامنتتان میگم و میفهمونم شما را. این قسمت سعی کنین سی بالایش هسته. در این قسمت دو دانه ما برتان گفته بودم وقتی که من دو تا اون طرف دو تا این طرف وقتی که من باز اینمی دو چپه دو راسته را می بافیم. این قسمت هم دو دانه باید بانه. بعد از اینکه کلش بافتیم با ایناله دانه را من کور میکنم. طریقه کور کردن خواهی نموست دوستا که دو تا را یکی میکنیم. باز دانه که در سیخ ما مانده او را سرش تا کش میکنیم به شکل. باز دو دانه را میبافیم. دانه اولی را تا سرش کش میکنیم و می رقم تا آخر میبریم و دانه را کور میکنیم. یک تا میبافیم دانه اولی را تا سرش تیر میکنیم. این کور کردنش است. طریقه کور کردن اینمی میباشه. قسم شد و کلش مکمل خلاص میکنم. باز ما بر شما این قسمت سعی کنیم تا آخر میبرم خلاص میکنم. باز ما بر شما نشان میدم. این دوستا سعی کنین خلاص شده بود. ما یک کمک تار اضافه قیچی کنین کمره زمین تار خودش ایره بدوزین. طرف که راسته است پورت داخل میگیریم. از این قسمت شروع کرده تا نو که تا این قسمت میبرین. این رقم تا اینجا رو میدوزیم. این از این سعی کنین مدوخته میشه مکمل خلاصش کردیم و این شکل راستیش کردیم. دوستای عزیز خدا کنه خوشتان آمده باشه و جور کنین و استفاده کنین. الله حافظ.